4 تا چیز خفن داخل ماینکرافت که آخریش از همه خیلی مهمتره. قبلش لایکو بکن که بریم. اولش این گاو قارچاست. اینا علاوه بر اینکه بهمون شیر بدن، بهمون سوپ قارچ هم میدن. اگر ما این ظرفا رو تو دستمون بگیریم و روشون کلیک راست کنیم، به این شکل بهمون سوپ قارچی میدن. خب بعدش هم اینه که اگر ما یک تخم لاک پشت رو اینجا بذاریم و بغلش چند تا زامبی اسپان کنیم، به این شکل همشون میان و بهش حمله میکنن تا خرابش کنن. بعدش هم راجع به ایووکراس و گوسفندا، این دو تا حالت عادی با هم دیگه کاری ندارن، ولی اگر ما بیایم گوسفند رو آبی کنیم، به این شکل این ایووکره رنگش رو قرمزی کنه که مطمئنم اینو نمیدونین. این یک ایستر اگ از بازی ایج آف ایمپایرزه. بعدش هم راجع به کریپرها و گربه هاست. میدونستین اگر ما یک گربه رو اسپان کنیم و یک کریپر هم بهش اسپان کنیم، کریپر مثل سگ فرار میکنه و میترسه. هیچ وقت انقدر تا حالا ترس یک کریپر رو ندیده بودم من. جون این گوسفندی که جلومه رو قسم بخور که ویدیو رو لایک کردی. پس لایک کن لامصب.